شرکت‌های انبوه‌ساز استان تهران در کنار فعالیت اقتصادی خود را به یک مأموریت اجتماعی متعهد می‌دانند. ساخت مسکن مناسب برای تمامی اقشار جامعه و کمک به احداث مسکن اجتماعی. اکنون با واگذاری بخشی از پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن از سوی دولت به انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، این تعهد بار دیگر رنگ عمل گرفته است. مشارکتی مبتنی بر تخصص، مسئولیت پذیری و اعتماد برای ساخت آینده‌ای مطمئن‌تر. در همین چارچوب 15,000 واحد نهضت ملی مسکن در 4 شهر اسلامشهر، رباطکریم، پاکدشت و نصیرشهر با هدایت انجمن انبوه‌سازان استان تهران و توسط 40 شرکت عضو انجمن در حال احداث است. برای حمایت از سازندگان، کاهش چالش‌ها و نظارت بر کیفیت و پیشرفت پروژه‌ها، انجمن کمیته راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن را تشکیل داده است. این کمیته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انجمن و توان فنی شرکت‌های مجری، جلسات منظم هفتگی و ماهانه برگزار می‌کند و با خرد جمعی برای رفع موانع و تسریع در روند ساخت اقدامات مؤثری انجام داده است. جمعی متشکل از ایرج رهبر، اکبر میرشفیعی به عنوان نمایندگان هیئت مدیره و مهدی زرقانی، بازرس انجمن از یک سو و همچنین نمایندگان شرکت‌های فعال در 4 شهرستان از سوی دیگر گرد هم آمدند و تاکنون با برگزاری بیش از 40 جلسه نقش مهمی در باز کردن گره‌های این پروژه و پیشبرد ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن استان تهران با درایت و راهبری کلان جناب مهندس گوران، دبیر محترم انجمن انبوه‌سازان استان تهران ایفا کردند. کمیته هایی هم تشکیل دادیم برای روانسازی و حل مشکلات سازنده هایی که در این طرح نهضت ملی در واقع شرکت کردن و این کمیته ها تشکیل میشه هر ماه یه بار که ما تونستیم خیلی از مسائل رو در واقع تو این کمیته ها حل بکنیم، مطالبات خودمون رو بگیریم. در یکی از این کمیته های نهضت ملی که یکی از بازرسین خوب ما آقای دکتر زرقانی مسئولیت اونو دارن، تونستن حمایت های خوبی رو داشته باشن و مطالبات خوبی رو کسب بکنن. مأموریت اصلی انجمن انبوه‌سازان حوزه توسعه‌گریه. خب همیشه هم تو مسکن مهر هم تو اقدام ملی کنار دولت بوده و فعالیت‌های این چنینی رو انجام داده. الانم انجمن انبوه‌سازان بیش از 40 شرکت انبوه‌ساز تو حوزه صنعت ساختمان برای نهضت مسکن که مربوط به مردم هست انجام میده. اعضای ما از یک سمتیش این ارتباط و این در واقع ظرفیت سازی انجام شده که بتونن تو حوزه صنعت ساختمان با وزارت مسکن کارهای مشارکت رو در واقع انجام بدن. در جلسات هیئت مدیره خب من به عنوان بازرس شرکت میکردم. چندین جلسه گذشت و با توجه به اینکه خود ما درگیر این پروژه نهضت ملی بودیم، من دیدم که مباحث مطرح شده و نگرانی های این حدود 30 و اندی شرکتی که در این پروژه ها درگیر هستن خوب به گوش هیئت مدیره نمیرسه. چندین جلسه مطرح کردم، نمایندگانی رو دعوت کردم و بعد حقیقتش با توجه به اینکه وقت در هیئت مدیره خب کم بود و نمیشد به صورت ویژه به این پروژه ها پرداخته بشه، پیشنهاد دادم که کمیته‌ای در راستای حمایت از انبوه‌سازانی که درگیر این پروژه ها شدن تشکیل بشه. خیلی خلاصه بگم من حدود 40 و اندی جلسه ویژه این پروژه ها در داخل انجمن گذاشتیم. حدود 15 الی 20 پروژه در خارج انجمن در مباحث اداره کل، وزارتخونه، بیمه، اتاق بازرگانی، شورای گفتگو، مجلس و فرمانداری ها، شورای استان، شهرستان ها گذاشتیم و سعی کردیم مشکلات پروژه ها رو به گوش کسانی که در این پروژه ها تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن برسانیم. 2700 تا واحد در قالب شهرستان اسلامشهر در منطقه عدل‌آباد هست.
4500 واحد ما در شهرستان رباط کریم هست و بقیه هم در شهرستان‌های نصیر شهر، پاکدشت و پیشوا تعریف شدند. متاسفانه با اتفاقاتی که اخیراً در کشورمون شاهد اون بودیم و مجبور شدیم که بخش عمده‌ای از این نیروهای کاری رو از کشور خودمون برونیم، اثر مستقیمی که روی طرح‌های نهضت ملی مسکن به جای گذاشته برای ما افزایش ناگهانی قیمت دستمزدها هستش که این خب طبیعتاً چیزی است که در ید اختیارات دولت برای کنترل ناگهانی به هنگامش خارجه و اصلا نمیتونه این رو کنترل بکنه. فقط با بحث افزایش قیمت نمیشه این مسئله رو پوشش داد. ما شاهد کمبود نیروها هستیم. اون زمان تصمیم بر این بود و برآورد این گونه بود که با تقریباً 1 میلیارد و 200 تا این واحدها تمام میشه. امروز بر اساس برآورد فهرست‌ها، نه قیمت بازار آزاد تازه، نزدیک به 3 میلیارد تومان هر واحد 100 متری تمام میشه و غیر از این ممکن نیست. و اگر امروز فکر اساسی نکنیم به این مشکل خواهیم خورد که این پروژه ها عین مسکن مهر که در سال 90 انعقاد قرارداد شد و هنوز که 404 هستیم، بعضی از اون پروژه ها را افتتاح میکنن به عنوان نهضت ملی. اگر بانک ملی در پرداخت تحصیلاتش 1 سال و خورده‌ای بیش از 1 سال نیم تعلل کرد، تورم خورد به این پروژه، کی پاسخگوش خواهد بود؟ کی ضرر میکند؟ اون مردمی که قرار بود با قیمت 1 میلیارد و 200 واحدشون رو تحویل بگیرن و امروز 3 تومن شاید بتوانیم جمعش بکنیم. هدف از تشکیل کمیته راهبری پروژه‌های نهضت ملی ایجاد هماهنگی بیشتر بین مجموعه‌های سازندگان و شرکت‌های مشاور و کارفرماست. در این خصوص برای کوتاه نمودن مسیر استانداردسازی و سبکسازی نقشه‌ها، پیشنهادات اصلاحاتی طی جلسات کارگاهی با موضوعات تازه و تأسیسات و معماری از کارشناسان فنی سازندگان اخذ شد و بعد جمع‌بندی‌هایی که انجام دادیم و با تبادل نظر در کارگروه‌های کمیته، جلسات مقتضی با مشاوران پروژه و کارفرمای محترم اداره کل راه و شهرسازی به بررسی قرار گرفت و مواردی از جمله ما تفاوت فونداسیون‌های نواری که بود به رادیه تبدیل شده و سیستم‌های تأسیساتی که تاکنون به نتیجه نرسیده بود با موفقیت انجام شد. خب صرفا فقط فعالیت‌های انجمن در قالب همین طرح نهضت ملی مسکن نیست. انجمن بسیار فراتر از این میتونه فعالیت بکنه که قطعا داره برنامه خیلی بلند مدت، کوتاه مدت به همت مدیران لایق و در اصل افراد کلیدی انجمن برنامه ریزی شده که قطعا نقش کمیته میتونه تو این بخش خیلی تاثیرگذار باشه. هدفگذاری های انجمن رو در طول سالهای آینده هم روشن بکنه، هم بتونه اونها رو برآورد بکنه، بعد نقاط ضعف و قوتش رو در بیاره و بعد به شکل یک برنامه خیلی مدون و روشن به هیئت مدیره انجمن یا تصمیم گیرنده های نهایی این موارد انتقال بده که این کمک میکنه در نحوه تصمیم گیری درست و در اصل حفظ منافع کلی انجمن انبوه‌سازان. دوستان در کمیته راهبردی دنبال این بودن که در واقع راهکارهایی رو پیدا کنن، تغییراتی رو ایجاد بدن توی در واقع پروژه که بتونن با قیمت مناسب پروژه ها رو تموم بکنن و کمتر به این تورم و این مسائل بخوریم که متاسفانه همیشه هست و در نهایت هم این فشار بردی دوستان. در جلسات متعددی که با شورای مسکن شهرستان ها داشتیم مباحث اساسی و اصلی پروژه ها رو راهبری و راهبردی کردیم، مثل تأمین برق، تأمین آب برای بهره برداران. خب این بهره برداران ما جامعه هدف پروژه های ما بسیار ویژه هستند، خاص هستند و تحت حمایت هستند. توانمندی هایی که توی این کمیته ایجاد شد و ما تونستیم از همسویی که ایجاد شده بهره برداری بهینه بکنیم. جلسات ما در وزارت راه و شهرسازی بود، در ارزم به حضور شما
شورای گفتگو بود و مهمترین اثر این موضوع بحث تسهیلات بود، بحث تأمین تجهیزات و همسویی در ارتباط با ارکان پروژه بود. ما تونستیم در کمیته راهبری کانال سازی بکنیم و این مسیر رو یک کریدور ارتباطی دائم در پروژه ها ایجاد بکنیم که در نهایت بتونیم اهداف جمعی، گروهی و اون سیاستگزار اصلی که نیتش اتمام پروژه و بهره برداری از پروژه است رو بتونیم به لطف خدا انجام بدیم.